دوستان عزیز، صبح شما بخیر. نوید بامدادی روز شنبه 23 ایون را من عبدالله اشرف پیشکش شما میکنم و ابتدا یک خوشخبر دارم. اتحادیه اروپا به ضرردیدگان آبخیزی ها در تاجیکستان کمکی بشردوستانه فوری رساند. در پی خبرها از آبخیزی های خرابی آور مهمه سال جاری در جنوب تاجیکستان، کمیسیون اتحادیه اروپا 60,000 یورو را همچون یاری مولوی بشردوستانه برای رسانیدن کمک فوری به جماعت‌های آفت زده جدا کرده است. به اطلاع اتحادیه اروپا که روز 22 ایون نشر شد، این کمک به واسطه به طلبات فوری 500 عائله‌های ضرر دیده، یعنی تخمیناً 2,500 نفر جوابگو می باشد. چند خبر دیگر از دادگاه‌های کشور است. دادگاه عالی تاجیکستان محاکمه پرونده محیدین کبیری، رئیس حزب ممنوع نهضت اسلامی را که ماه فوریه در غیبش شروع شده بود، موقوف گذاشته است. یک منبع در دادگاه عالی تاجیکستان به شرط افشا نشدن نامش روز 21 ایون به رادیو آزادی گفت که تصمیم این شد که به دلیل حضور نداشتن عیبدار شونده در بررسی پرونده، استحصالات سودی از روی این پرونده موقتا بازداشته شود. اما این به معنای نیست که پرونده پورا قطع کرده شده است، تاکید کرد کارمند دادگاه عالی. وی نگفت که تصمیمی از استحصالات سودی موقتا بازداشته شدن پرونده کبیری کی گرفته شده است. این منبع در دادگاه عالی تاجیکستان میگوید بر اساس ماده 282 کدکس مرافعه جنایی تاجیکستان، پس از اعلان جستجوی بین‌المللی در صورت معین نبودن جای بود و باش عیبدار شونده و هنگامی حاضر نبودن سود شونده، بررسی پرونده باید موقوف گذاشته شود. محیدین کبیری، رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که در تشکیل آشوب مسلحانه سپتامبر سال 2015 عیبدار می شود، از ماه مارس همان سال در خارجه به سر میبرد و مقامات اسم او را به جستجوی بین‌المللی دادند. بانک ملی تاجیکستان هم اسم او را در قطار صدها نفر دیگر افراد علاقمند به تروریسم وارد کردند. کبیری با اینکه مکانی بود و باشش را آشکار نمی‌کند، به طور فعال توسط شبکه‌های اجتماعی و در مصاحبه‌ها با نشریه‌های خارجی اظهار نظر می‌کند. این در حالی است که خود کبیری از زمان ممنوع شدن حزب و اتهام تلاش تبادلات دولتی این همه را بی‌پایه و اساس نامیده رد می‌کند. کبیری گفته است که هدف حکومت از صحنه سیاسی بیرون کردن یک حزب پرطرفداری مخالفین بود. جزئیات جریان بررسی‌های دادگاهی معلوم نیست و خود دادگاه از آغاز مرافعه را مخفی عنوان کرده است. همانگونه که سال 2016 بررسی پرونده اعضایان ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان جریان گرفت. تنها بعد صادر شدن حکم آنها سال ایونی سال 2016 مقامات گفتند که اعضای بلندپایه حزب به مهلت‌های طولانی از جمله 2 معاون کبیری به حکم زندان ابد محکوم شدند. باز خبر دیگر از دادگاه‌های تاجیکستان. دادگاه دوشنبه یک مرد را به گمان عضویت در گروه رحمان گیتلر به 15 سال زندان محکوم کرد. خبرگزاری دولتی خاور می‌نویسد که فخرالدین نظرов برای صادر نمودن جنایت‌های راهزنی و تجاوز به ناموس از آزادی محروم شد. پرونده جنایتی روز 21 ایون تحت رئیسی معاون رئیس سود شهر دوشنبه اسام‌الدین باباخانزاده بررسی شده است. باباخانزاده گفته است که در جریان تفتیشات پیشکی و مرافعه سودی معین گردید که فخرالدین نظرov 43 ساله زاده شهر دوشنبه از سال 1998 تا 2001 در دهه مهتری تپه سمرقندی سابق ناحیه لنین دست به جنایت زده است. معلوم نیست که تا کجا خود نظرov اتهام‌های وارده را اعتراف کرده است و یا نه و چرا مرافعه دادگاهی با گذشت 20 سال بعد از صادر شدن جنایت‌ها برگزار شده است. رحمان سنگینوف ملقب بر رحمان گیتلر در سالهای جنگ داخلی تاجیکستان به حیث جنگ سالار بی‌رحم نام برآورده بود که دست به کشتارهای زیاد زده، اینچنین در قتل روشنفکران تاجیک متهم میشد. مقامات در گذشته گفتند که سال 2001 توانستند 2 فرمانده سرکش، رحمان سنگینوف و منصور موکلوف را در منطقه تپه سمرقندی در کناره‌های شرقی دوشنبه شکست داده خود این فرمانده‌ها را در یک عملیات در دره رامید بعد چند روز دیگر نابود کنند. بعد این دادگاه‌های تاجیکستان چندین عضو زنده مانده این گروه‌ها را بازداشت و به زندان انداختند. خبر دیگر، مقامات دادستانی ختلان به تحقیق قضیه قتل وحشیانه یک زن از سوی شوهرش شروع کردند. مقامات میگویند عروس رزاقова ساکن ناحیه همدانی روز 18 ایون با ضرب 11 کار از سوی شوهرش به قتل رسید. یک منبع در مقامات تفتیشاتی ولایت ختلان با شرط افشا نشدن نامش گفت وحشیانه کشته شدن عروس رزاقova از سوی شوهر در زمینه‌های بحث‌های خانوادگی رخ داده است. به قول منبع فرخ خلیفه‌ایف چند پیش از مهاجرت برگشت و همسرش را به خیانت متهم نمود.
فاروق خلیفه‌ایف 42 سال داشته، همسرش 10 سال از او خردتر بوده است. آنها در مرکز ناحیه همدانی زندگی می‌کردند و صاحب 4 فرزند بودند. در 2 هفته اخیر این دومین حادثه قتل وحشیانه همسر با 11 ضربه کار در تاجیکستان می باشد. شام 6 ایون ماهره یتیم و یک ساکن دوشنبه نیز با ضرب 11 کارد کشته شد. با گمان صادر کردن این کشتار باباجان شیرینزاده، همسر سابق و کارمند پیشین دادگاه عالی تاجیکستان بازداشت گردیده است. باباجان شیرینوف پسری رجبعلی شیرینوف، سابق معاون رئیس آژانسی مبارزه با فساد تاجیکستان است. گنرال شیرینوف سال 2015 از این مقام برکنار شد. قضیه مذکور بحث داغ را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورد. بر اساس اطلاع وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در دوام 5 ماه اخیر بیش از 10 حالت کشتار همسران به دست شوهران سابق ثبت شده است. کشتار در تاجیکستان بر اساس ماده 104 کودکس جنایی تاجیکستان بررسی می شود. این ماده از 8 تا 25 سال زندان را پیش بینی می کند. و توجه کنید به خبر دیگر. از ابتدای سال تا کنون در ازبکستان 11 مسجد جامع گشوده شد. در این باره مفتی عثمان خان عالیموف، رئیس اداره مسلمان‌های ازبکستان، روز 21 ایون در انجمن بین‌الخلقی ارزش‌های معنوی عمومی خلق‌های برادر که در قزاقستان برگزار شد اطلاع داد. تنها در ولایت سرخندریا 7 مسجد جامع به فعالیت آغاز کرد، گفت عثمان خان عالیموف. در همایش مذکور نزدیک 600 نماینده مذهبی ازبکستان و قزاقستان شرکت داشتند. آنها درباره تجربه کار، مسائل کسبی و آموزش خادمان مسجد، مسئولیت آنها، نقش آنها در جامعه معاصر گفتگو کردند. پیشتر از این خبر رسید که در ازبکستان تصمیم دارند در کنار شاهراه‌ها مسجدهای خرد بنیاد کنند. بجز این در فرودگاه بین‌الخلقی تاشکند در سال 2017 نمازخانه گشوده شد. و در همین جا این نشر نویدی بامدادی به پایان میرسد. به شما روزی خوش آرزو میکنیم. تفصیلات این رویدادها و تحولات دیگری جهان و تاجیکستان را از سامانه cwazadi.org پیدا کنید.